روزی روزگاری پیرمردی در یک روستا زندگی می کرد. در حیاطش یک درخت سیب خیلی قدیمی بود. هر سال بچه‌های روستا دور این درخت جمع می شدن. بازی می کردن. از میوه شیرینش می خوردن. پیرمرد همیشه خوشحال بود و هیچ وقت مانعشان نمی شد. سالها گذشت. درخت پیر شد. دیگه سیب نمیداد. بچه‌ها که حال بزرگ شده بودن دیگه سراغی از درخت نگرفتن. یک روز کسی به پیرمرد گفت: این درخت پیر و خشک شده چه فایده‌ای برایت دارد؟ بهتر نیست آن را قطع کنی؟ پیرمرد لبخندی زد و گفت: این درخت سالها به ما سایه داد، سیب داد، شادی بخشید. حال که سیب نمیسه آن را قطع کنم؟ وفاداری یعنی این که خوبی ها را فراموش نکنیم، حتی وقتی دیگه برای ما منفعتی ندارن. بله دوستان عزیز، یادمان نره آدم ها هم مثل درخت هستن. باید خوبی هایشان را به خاطر بسپاریم، نه فقط وقتی به کار ما می آین. اگر این حکایت زیبا براتان جالب تمام شد، پس لطفاً دکمه لایک را حتما بزنید و اگر میخواین چنین حکایات و داستانهای پرمعنا و پرمفهوم بشنوین، پس حتما این چینل یوتیوب سابسکرایب کنین.